صدا آمد از نیاگان با غیرت پیشوای دوران. جشنی صدا آمد از نیاگان با غیرت پیشوای دوران. احیا شد از 1000 ساله بر خلق عزیزی تاجیکستان. احیا شد از 1000 ساله بر خلق عزیزی تاجیکستان. جشنی صدا آمد از نیاگان با غیرت پیشوای دوران. جشنی صدا آمد از نیاگان با غیرت پیشوای دوران. از دور خوشنگ و از قیامت آمد به نوای شادمانی. گرمی دلی 1000 عصر است خورشید صفات جاویدانی. گرمی دلی 1000 عصر است خورشید صفات جاویدانی. جشنی صدا آمد از نیاگان با غیرت پیشوای دوران. جشنی صدا آمد از نیاگان با غیرت پیشوای دوران. جشنی صدا آمد از نیاگان با غیرت پیشوای دوران. جشنی صدا آمد از نیاگان با غیرت پیشوای دوران. بخوانم اگه نهال بینشان آماده بشو به فصل نوروز. بیدار کنی زمین و خورشید شادانه بیا و گلخن افروز. بیدار کنی زمین و خورشید شادانه بیا و گلخن افروز. شکران از بختی آسمانی از وعدت و صلح و زمانی. بر ملت ما نصیب گشته حاله بلند جاویدانی. بر ملت ما نصیب گشته حاله بلند جاویدانی. جشنی صدا آمد از نیاگان با غیرت پیشوای دوران. جشنی صدا آمد از نیاگان با غیرت پیشوای دوران. با غیرت پیشوای دوران. با یک جهان احترام درود میگوییم به شما تماشابینان عزتمند، هموطنان عزیز. این روزی بسیار شکوهمند و فرخنده، جشن تاریخی مردم فرهنگ سالار تاجیک جشن صدا را برای یکایک شما مبارکباد میگوییم و امروز جمع ما با دیدار برای شما برای استقبال همین جشن صدا است. سپاس میگوییم به انسامبل فولکلوری ادنوگرافی قرطاق شهر ترسونزاده برای اجرای سرود و ترانه‌های خوش و سپاس میگوییم به مهمانان و دوستان همیشگی برنامه‌های سفینه. چون اگر به فلسفه همین جشن‌های ملی خلق تاجیک نظر افکنیم، البته که جشن‌های ما در زمینه خشک و خالی به وجود نآمدند و گذشتگان دانشمند ما، گذشتگان ذکی ما از آموزش ها، از مشاهده های دقیق، یعنی حادثه های کیهانی را، حادثه های طبیعی را مشاهده کردند، دیدند، آموختند و یک جشن را وابسته به همین حادثه های گویم طبیعی آفریدند، احیا کردند. یعنی اگر گیریم جشن نوروز، جشن تیرگان، جشن میرگان و جشن صدا و هم ما داریم جشن شب یلدا. اینها همه یک همبستگی به همین حادثه های کیهانی و حادثه های طبیعی دارند. با استاد میخواستم صحبت را شروع کنیم که جشن صدا تا کدام اندازه همبستگی با حادثه های طبیعی، حادثه های کیهانی دارد؟ حیات و زندگی و روزگار انسان در روی سیاره زمین میگذرد و انسان میخواهد نمیخواهد به حادثه های طبیعت گرد اطراف و حادثه های کیهان یک وابستگی و که یک علاقمندی خود را در طول زندگیش باید که مرتب سازد و این حادثه ها و این عامل های طبیعت در حیات انسان، در روزگار انسان تاثیر خود را دارند. از جمله اگر ما روزگار انسانی اولین رو هم زیر نظر بگیریم، در اولین پیدا شدن حیات روی زمین، حرارت روی زمین، نورپاشی آفتاب و فرا رسیدن شب، پیدا گشتن ستاره های آسمان برای حیات همون انسان اولین درجه بسیار و بسیار سهم زیاد و اهمیت زیاد داشتند. و از همین نقطه نظرم اگر ما امروز حرکت آفتاب که منبع اساسی روشنایی است،
منبع حیاتی همه موجودات طبیعت است در روی زمین بنگریم، حرکت آفتاب اصلا از روی نقطه نظر علمی ستوره‌شناسی از روی مدار اکلیپتیک نام دارد به عمل می آید و آفتاب در طول حرکت سالانه خود از 12 برج های زودیاکی که به نام حیوان ها اصلا منصوباً میگذرد و در هر یک برج به مقدار 16 درجه یا که بگیم یک ماه خانه می سازد یا که در اونجا ایستاده میگذرد و با وابسته به همین حرکت سالانه آفتاب ما در کره آسمان در آسمان استورزور چند نقطه های اساسی رو پیدا میکنیم که آنها در روزگار امروزه انسان زمینی انعکاس یافتند. از جمله اگر که حرکت آفتاب رو امروز ما اگر از همین روزها زیر نظر افکنیم، آفتاب امروز از همون نقطه قیام اعتدال زمستانه خود که 22 دکبر فرا می رسید و شب درازترین و روز کوتاهترین همون روز است، عبور نموده به طرفی بگیم برج یکن دول می آید و بعد دول به حود و از حود به حمل نوروز ما می شود. لیکن در همین روزی شب درازترین که یلدا میگیم در تاریخ فرهنگ ما یک مضمون خود را دارد، به غیر از این نقطه از همه پسترینی حرکت آفتاب در اکلیپتیکا می باشد و این نقطه اعتدال زمستانه آفتاب است 22 دکبر. بعد این آفتاب حرکت میکند رو به طرف دلو حوت حمل و در روز 21 مارت از 20 به 21 مارت به نقطه اعتدال بهاری میرسد. در این حالت روز و شب ما به هم برابر میشوند. از روز درازترینی که شب درازترینی که فرو گشته بود 22 دکبر تا 21 مارت حرکت آفتاب سوی درازشوی روز است، روشنایی زیاد می شود، آفتاب گرمیش زیاد می شود و در 21 مارت می رسد به نقطه اعتدال بهاری که ما او را حمل میگیم یا که یک فروردین میگیم و ایدی که به اون روز داخل دارد ما میگیم نوروز. بعد این حرکت آفتاب تا ماه ایون به بلندشوی ماکسیمالی می رسد و در 21-22 ایون در نقطه قیام اعتدال تابستانه جای میگیرد که در این روز از همه شب کوتاه‌ترین 5-6 ساعت شب است، دیگر 18 ساعت ما روز است، یعنی که روشنی است. بعد این فرو میگردد پایان و میرود به طرف تیرماه یا پاییز و در 21-22 سپتامبر در برج میزان وارد میگردد و در اونجا هم برای شوی تیرماهی را ما حس میکنیم که 12 شب با 12 روز ما برابر میشوند و اعتدال تیرماهی است. در اینجا ما عید مهرگان میگیم و برمیگردیم به همون 22 دکبر میرسیم و اون را ما بگذار که شب درازترین یا که روز کوتاه‌ترین یا که به نام شب یلدا هم در اون روزها یک جشنی هست. ما با این اگر از نقطه نظر علمی نگریم در همین روز بعد همین روزها 1 ساعت نیم ساعت دقیقه ها از 22 دکبر اون طرف رفتن زیاد می شوند، یعنی که روشنی آفتاب به زمین زیادتر می رسد و همین روشنی رو همچون گرمی با عید سده امروزه ما و شما جشن می گرفتن. یعنی که می دونستن که بعد همین قیام زمستانه آفتاب روزهای ما کمک دقیقه به دقیقه ساعت به ساعت زیاد می شود و تا روزی رسیدنی که به برج حمل است. اصلا در کتاب های آثار ابوریحان بیرونی زیادتر آیدی همه این جشن عیدها وابسته به علمی همون حیات شناسی و استوره شناسی در آثار الباقیه ابوریحان بیرونی و کتاب التفهیم ابوریحان بیرونی مفصل و مختصر در بارشان سخن می رود. کی جشن می گیرند، چگونه جشن می گیرند، از کدام شاخه های تاریخی یا که از زمینه های تاریخی ما و شما اوج می گیرد و غیر از این در کتاب نوروزنامه استاد عمر خیام هم تغییرات دارند. برای همین ما اگر که با آثار نیاگان خودمون از نقطه نظر علمی ریاضی و استوره شناسی نظر افکنیم، همه همین جشن هایی که امروز با تشبث حکومت با تشبث جناب عالی پرزیدنت محترم در سطح بین المللی جشن میگیرند، ریشه های علمی اساسناک دارند که وابسته به حرکت سیاره ها، وابسته به حرکت آفتاب اساس مییابند و از همون دوره به اینو یک نشانه دونستن امین علم ها از طرف نیاگان ما است. ابوریحان بیرونی، نصرالدین طوسی، عمر خیام، ابو علی ابن سینا و دیگران، احمد فرغانه، اینا نشانه اونن که این مردم، این قوم در تاریخ امون قدیمه خودش هم
به علم نجوم، به علم ریاضیات، به علم ستاره‌شناسی توجه و خدمت خیلی بزرگم کردند. سلامت باشید. واقعا هم طور گفتیم این جشن‌های ما در زمینه خشک و خالی به وجود نآمدند و آموزش‌های دقیق و مشاهده‌های علما اساسناک که دانشمندان ما، مردم ما توانست که مثلا دریابد حادثه‌های طبیعی را و برای خوشحالی خود باز هم یک جشن بیافرد. و اینجا میخواستم وابسته به تاریخ نمی جشن سده با استاد صحبت داشته باشیم. جشن سده منشأ خود را از کدام دوره گرفته است؟ تجلیل جشن‌های باستانی در فرهنگ و تمدن ما پیش از همه دلیل واضح آن است که نیاگان ما از قدیم طبیعت شناس بودند و ظهورات طبیعی را به خوبی از خود می‌کردند و آنها به خوبی می‌دانستند که زندگی انسان با واقعه‌های طبیعی با حرکت جسم‌های آسمانی همبستگی سخت دارد. دایر به تاریخ پیدایش جشن سده که یکی از جشن‌های باستانی ماست، البته فکر و عقیده‌های گوناگون موجود است. اساس و از همه مهمش همین است که جشن سده پیش از همه عامل‌ها و عنصرهای طبیعی دارد و به طبیعت با همبستگی انسان به طبیعت علاقمندی دارد. ما می‌دانیم که در دوره پaleoلیت میانه انسان استفاده بری آتش را از خود کرد و آموخت که آتش می‌تواند که زندگی انسان را خیلی آسان کند. در نتیجه استفاده بری آتش زندگی انسان هم آسان شد و هم عمرش دراز شد و همه سرچشمه‌های تاریخی و شفاهی از آن گواهی می‌دهند که گویا که بر جشن سده، بر تجلیل جشن سده یکی از شاهنشاهان پیشدادی هوشنگ اساس گذاشته است و همان قصه‌ای که وی به بیرون می‌رود و در روبرویش یک ماری درازی سیاه می‌آید و سنگ را پرتاب می‌کند که از این سنگ شعله پیدا می‌شود و آتش افروخته می‌شود و هوشنگ به همین ماهیت همین آتش گویا که صرفا می‌رود، آن را درک می‌کند و بعد این را تجلیل می‌کند. و البته دیگر نقل‌ها روایت‌ها در آثار خطی چطوری که در اینجا استاد گفتند در آثار ابوریحان بیرونی، مسکوی، مسعودی، ابوالفضل بیهقی و همچنین اشعار شاعران کلاسیک ما از اینا همش معلوم می‌شود که سده در دوره‌های گوناگون به طرز گوناگون جشن گرفته می‌شد، اما اساسی تجلیل جشن سده که گفتیم که در اسطوره ما در زمان پیشدادیان پیدا شده است، این پیش از همه وابستگی دارد به گرما و سرما و بینید که همین خود جشن سده طبق تقویم نیاگان ما با آبان روز دهم ماه بهمن راست می آید که این از همه روزی خنک‌ترین در فصل سرما است و ما می دانیم که در دوره باستانی در تقویم باستانی ما نیاگان ما سال نیاگان ما همگی از دو فصل عبارت بود. یکی فصل سرما که 7 ماه داشت و دیگر فصل گرما که آن از 5 ماه عبارت بود و همچنین طبق اسطوره ها باز چنین مثلا نقل ها وجود دارد که گویا که جشن سده همان وقت تجلیل کرده شد که فرزندان کیومرث یعنی انسان اول به 8 عدد رسیدند. این چنین دیگر فکرها هم اظهار شده است که مثلا میگویند که از جشن سده یعنی از آبان روز دهم بهمن ماه تا نوروز 50 روز مانده است و 50 روز و 50 شب را جمع میکنند، میگویند این سده. البته در خود واژه شناسی که به همین تجلیل جشن‌های باستانی ما وابستگی دارد، همین را ما گفته میتوانیم که خود معنای واژه جشن این نیایش است، پرستش است و خودی که از واژه اوستایی یسن گرفته شده است و خودی بعضی زبانشناسان هم میگویند که واژه سده از واژه قدیمه اوستایی سته
گرفته شده است. و البته خودی ریشه شناسی واژه صده رو به همین رقم 100 خلاص که مربوط میدونند. اکنون ما بگوییم که نیاگان ما این جشن صده رو چخیل تجلیل می نمودند و مثلا کدام شاهان از نیاگان ما آن را تجلیل کرده است. همینش انیق است که طبق سرچشمه های خطی اولین مثلا امیری که از نیاگان ما وقتی که استاد عبدالله رودکی 78 ساله بود در سال 323 هجری که مرادف سال 936 میلادی است، اولین بار مردویچ در زمان سامانیان جشن صده را تجلیل نمود. البته مردویچ چند آنقدر شخصیتی مشهور و خوب نیست در تاریخ ولی آن توانست که در همین سال 936 در ساحل دریا با افروختن یک گلخن خیلی بزرگ جشن صده را تجلیل نمود. و دلیل دیگه تاریخی که این جشن صده چگونه تجلیل میشد این وابسته است به عصر 11 میلادی نقل کرده است و گفته است که سلطان مسعود جشن صده را وقتی که خواست تجلیل کند آن به سپهسالاران خود، به سربازان خود، به درباریان خود فرمایش داد که از این بیابان گاز یا یک نمود رستنی خشک شده را جمع آوری کنند و آنها هم این یک گلخن بزرگ افروختند و به شادی و سرور مشغول شدند. ما گفتیم که ما امروز دلیل تاریخی داریم که در زمان غزنویان هم که دولت این غزنویان در اساس پایه‌های فرهنگی مردم آریایی ساخته شده بود، جشن صده هم جشن گرفته میشد. اما البته در دوره‌های بعدی نه، مثلا در زمان سلجوقیان و در دوره مغول‌ها و بعد ما درباره چگونگی تجلیل جشن صده اطلاع دسترس نداریم و همینش رو میدونیم که در زمان تیموریان هند یعنی در عصرهای 15-16 با همون سپارش شاهی تیموری در خود هندوستان هم جشن صده با همون عنعنه‌های قدیمه تاجیکانه تجلیل میشد. چون از تاریخ جشن صده یادآور شدید، مثلا یک تاریخ خیلی طولانی، یک تاریخ خیلی باستانی در برابر جشن نوروز دارد. خیلی خوب در مثلا شاهنامه حکیم فردوسی هم ذکر شده است از تجلیل صده که نیاگان تاجیک در گذشته خیلی دور چگونه جشن صده را تجلیل میکردند و جشن صده جشن روشنایی است، یعنی که جشن پیروزی نور بر ظلمات است و پیروزی گرما بر سرما. بله. و من به علاوه همین را گفتنی هستم که وقتی که ما میگوییم که همون یکی از عنعنه‌های اساسی تجلیل جشن صده این افروختن گلخن بزرگ است، این معنای همان را داند که یعنی مردم میخواهد که از سرما نجات یابد، مردم میخواهد که نور بر ظلمات غالب شود، مردم میخواهد که نیکی بر بدی پیروز شود. یکی از عامل‌های اساسی که این جشن‌های ملی مردمی ما رو مثلا نگاه می‌دارند، استوار می‌دارند و دوره به دوره آن را احیا میکنند مردم است. یعنی همین خلقی فرهنگ سالار تاجیک است که جشن‌های ملی را نوابسته از زمان، نوابسته از دوره‌های گوناگون و لابله‌هایی که در این دوره‌ها مثلا بر سر ملت تاجیک آمد در هر شکلی و هر شیوه آن را نگاه داشت، گوییم که تجلیل نمود. میخواستیم صحبت را در ادامه سری همین مردمی بودنی جشن صده ادامه دهیم. یک چیزی اساسی که اصلا مشاهده کارها کی بودند؟ خود مردم. یعنی فلسفه مردم بسیار پای و غنی است و روزگار زندگی برای حیات سالم رو ادامه دادن انسانیت رو مجبور میکند که آموزد، کشف کند. هرچند در زمان بسیار دور و دراز تاریخی اینجا صحبت بسیار جالب رفت، یعنی واسطه‌های تکنیکی و تکنولوژی امروزه برای این معاصر وجود نداشت، اما نیاگان ما همون لحظه های مهم تاریخی رو درک کردن، دریافتند. وقتی ما زیر سفرهای خدمتی بشر و نوایی کشور سفر میکنیم تا امروز از روی همون مشاهده های شخصی
новобаста ки имрӯз солшумориҳо тақвимҳои гуногун ҳаст, аммо тақвимҳои хоси худи маҳаллии худро доранд. яъне вобаста ба шароити иқлимии худ ҳаёт месозанд, зиндагӣ мекунанд. намунаи ҳамин гуна тақвимҳо санги офтобин дар масалан ноҳияи ишкошими вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон аст ки то имрӯз пойбарҷост. дар ҳамон ҷо масалан санги махсусе ҳаст ки аз дохили он мисли равзана ба қуллаи кӯҳе менигаранд, онҷо санги дигар ҳаст. вақте ки офтоб ба ҳамун қулла мерасад, онҳо ҳар рӯз ин чизро қариби дар аввали фасли баҳор мушоҳида мекунанд. вақте ки офтоб дар соати муайян ба ҳамун қулла мерасад, мегӯянд ки наврӯз фаро расид. яъне тавассути як санги оддӣ пайдо кардан, яъне донишу таҷрибаи анъанавии мардум хеле бою ғанӣ аст. инҷо дуруст қайд кардед ки масалан аз шаби ялдо то ҷашни сада, яъне 10 моҳи баҳман ё 30 январи тақвими григориянӣ, яъне 40 рӯз аст. боз сар мешавад, шурӯъ мешавад чилаи хурдак дар солшумориҳои фарҳанги мардум. чилаи хурдак, яъне ин 40 ин 20 мешавад 60 рӯз ё 2 моҳи қамарӣ. ва баъдан боз дар фарҳанги мардум ки то имрӯз оҳиста дар шаклҳои дигар боқӣ мондааст, боз солшумориҳои дигар ҳаст. масалан мегӯянд ки 18 бузкуш ва 12 капкрав. ин 18 12 боз баробар мешавад ба 30 рӯзи дигар, яъне 3 моҳи тақвими сармо ба охир мерасад. яъне пас аз ҳамун ҳуд ки мо ҳамун 18 12ро гуфтем, ҳамал ворид мешавад ва наврӯз аст. яъне ҳама инро мардум мушоҳида мекунанд, ба худ кашф мекунанд. ба ҳар сурат ин ҷашн ҷашни мардумист. ҷашне аст ки мардум дарёфтанд ки ҳодисаҳои гуногуни табиӣ тағйир меёбанд ва нуқтаи авҷи баландтарин сармо дар ҳамин шабу рӯз фаро мерасад. ва мардум ба хотири сӯзонидани деви сармо оташ меафрохтанд, зеро тавассути ҳамин оташи гармию рӯшноӣ ба мардум қувват диҳанд ва ғизоҳои серавған мепухтанд албатта. ва ин ғизоҳо ба он хотир буд ки инсон дар зимистон албатта воситаҳои гармидии бисёр кам буд. мардум танҳо тавассути ҳамун ҳезумҳои дар давоми сол ҷамъ карда зиндагӣ мекарданд. ва тавассути ҳамин рӯшноиҳо, тавассути ҳамин хӯрокҳои серғизои равғанин бадани худро боз барои мавсими нави кишту кор омода мекарданд. ва ҷашни сада ҳам идомаи ҷашнҳои бостонӣ аст. ман фикр мекунам ки бояд дар шаклу намуди нав бояд ки аз нав миёни мардум таблиғу ташвиқ шавад. ва боиси хушнудист ки аллакай 3 ҷашни бузурги мо, خب جشن نوروز هم بین المللی است، هم در روی خط میراث فرهنگ غیر مادی. جشن صدام در سال 2023 به دفتر یونسکو ثبت نام شد همچون میراث فرهنگ غیر مادی و در سال 2024 ماه دکبر در شهر اسانسیون جمهوری پاراگوای جشن مرگان هم از جانب جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران به دفتر یونسکو ثبت نام گردید و امید دارم که در سالهای آینده جشن تیرگان هم به این روی خط پیشنهاد شود. جایی که جشن است البته که به سرود و موسیقی نیست و چون مردمی ما مردمی فرهنگی هستند، مردمی دوستدار موسیقی و صوت و نوا هستند، در تمام یک جشن و مراسم های خود البته خاص موسیقی و سرود و ترانه ها دارند. بیاید اینجا یک سرود رو در اجرای باز هم انسامبل فولکلوری اتنوگرافی قره‌طاق شهر ترسونزاده میشنویم. بعداً باز هم صحبت خود رو ادامه میدهیم. مرحمت.
خوابی خوش از یاد رفت آباد و بارانی بهار با یادی تو در سینم این دل به دردت میزنم با یادی تو در سینم این دل به دردت میزنم بارانی نرمک میزنم بیگر چی گرمک میزنم بارانی نرمک میزنم بیگر چی گرمک میزنم در پشت های یادی من یک لاله چشمک میزنم در پشت های یادی من یک لاله چشمک میزنم گفتم نکردی لاله را این دختری خیرغاله را گفتم نکردی لاله را این دختری خیرغاله را دایی که هر نازنده ای در چنگی مردک میزنم دایی که هر نازنده ای در چنگی مردک میزنم بارانی نرمک میزنم بیگر چی گرمک میزنم بارانی نرمک میزنم بیگر چی گرمک میزنم در پشت های یادی من یک لاله چشمک میزنم در پشت های یادی من یک لاله چشمک میزنم بارانی نرمک 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 میزنم از نوروز آگاهیم، چون قبلا هم ذکر کردیم در مورد نوروز زیادتر میدانیم، در مورد عنعنه‌های نوروز، رسم و آیین نوروز و میخواستیم پرسیده باشیم که عنعنه‌های خاصی هست که وابسته باشد به جشن سده. طبق معلومات سرچشمه‌های خطی همین از همه انمون عنعنه گوییم انمون کاری بسیار باحشمتی که انجام میدادند وابسته به تجلیل جشن سده این افروختن گلشن بزرگ است که ما درباره حکمتش گپ زدیم و این گوییم که انمون مرحله اساسی تجلیل جشن سده است. البته وابسته مثلا بینید که وقتی که یک گلخن افروخته میشد مردم اون را مثلا ایستاده هم تو تماشا نمیکنند، شادی میکردن، مثلا نشاط میکردن، خرسندی میکردن که با همین افروختن آتش گلخن بزرگ مثلا گرمی گفتیم بر سرما حکم فرما می شود، نیکی بر بدی و نور بر ظلمات پیروز می شوند. و باید بگوییم که جشن مفهوم وسیع‌تر دارد نسبت به مراسم. یعنی مراسم یک چیز خردک است که از یک نسل به نسل دیگر میگذرد، عنعنه می شود، قبول می شود. اما جشن در داخلش یعنی مفهومش وسیع‌تر است. اونجا بزم است، سور است، سرجمیت و هر جا که بزم و سور و سرجمی شد حتما خوان دارد، ضیافت دارد، خوشنودی دارد. اما باید امروز ما سری همین مسئله بسیار سوالی به مورد است که دقیق تر نظر افکنیم، زیرا علاقه آمیختگی رو ما در جشن میبینیم. وقتی که در مورد تجلیل می شود ما میبینیم که خوانهای نوروزی از خوانهای جشن سده تفاوتی ندارد، همه یک رنگ است. همون هفسین و هفشین ساخته که در جشن نوروز است با در دیگر جشن ما میبینیم. خب اصلا بگیریم ضیافت وابسته به منطقه، وابسته به محل، وابسته به همون محیط که چیزی دارد باید روی خوان بیارد. یعنی شرایط اقلیمی کوهستان ما، تاجیکستان عزیز ما گوناگون است. یعنی در هر منطقه طعم‌های خاصی خود است و علاوه حتی به همین مانند بازی‌های خاصی خود است و دیگر آیین‌های داخلی خاصی منطقه‌های خود است و همین چیزها باید که در مد نظر گذاشته شوند. و قبل از اون که این برنامه تمام میشد امیر رمضان از من پرسیدن که محصولات اساسی خوان سده چی است. اینجا استاد درست گفتن که اصلا دست چی گوییم جشن سده خوانی مخصوص نداشت. آتش در مرکز میستاد و دیگر یک ضیافت عمومی برای همه یک طعام معمولی بود. و دیگر اینکه ما گفتیم که در جشن سده چون طبیعت انسان و حتی خود طبیعت هم به غذا بسیار مایل داشت، ارگانیسم انسان حتی مثلا با چیزهای سرغذا
و ویتامین به عبارت دیگر بگیم بسیار میل داشت، نیاز داشت. از همین خاطر اصلا طعام‌های سه روغن میپختند که ما گفتیم که حتی اسلاویانی‌ها در برگزاری جشن مسلنیتسا میگن که همین چیز از مردم آریای تبار به ما گذشت، یعنی از مردم آسیای مرکزی به ویژه از مردم تاجیک. از همین خاطر من گفتم که طعام‌های باشند که سه روغن باشند. واسه با کوهستان میتونه داشی پلاو باشد یا طعام قروتا باشد که معمولا در کوهستان از همون محصولاتی در تابستان ذخیره کرده آماده میشه. و دیگر خشک میوه ها، بله، یعنی از این زیاد من فکر میکنم ساختن هر گونه طعام و غذایی که علاوگی میشود در روی دسترخوان و حتی خرج و صرف زیادتی میشود، من فکر میکنم خودداری کردن بهتر است. چرا جشن‌های بوستانی ما در سطح جهانی اعتراف میشوند؟ آنها را مردم دیگر هم قبول میکنند. حکمت این از چی عبارت است؟ اگر خود همین جشن صده را ما مثال بیاریم، بینید که مثلا ما گفتیم که انسان در دوره پaleoliت میانه استفاده بردن آتش را چیکار کرد؟ آموخت. و این در اسطوره ما به دوره پیشدادیان راست می آید. یعنی که حتی بینید آن اختراع انسان که در دوره پaleoliت میانه با وجود آمده بود، این را نیاگان ما در شکل اسطوروی به هوشنگ مربوط دادند. این یک طرف. چرا اینا جهانی می شوند؟ وقتی که ما بر تاریخ جشن و آیین‌های تمام مردم دنیا از نگاه طبیعت شناسی نگاه میکنیم، میبینیم که برای همه مردم دنیا آتش، گرمی، از جهت حکمت بگوییم نیکویی، برای همه اینا ضرور بود و آنها از این استفاده میکردن و بعدتر اینا برای همه مردم دنیا قدسیت پیدا کردن. و یک چیزی که برای صده مثلا وابستگی آن به شغل مردم، به شغل نیاگان ما خیلی مثلا علاقمندی دارد، همین است که مثلا در بعضی سرچشمه‌های خطی گفته می شود که از جهت تقویم شناسی و طبیعت شناسی همین است که از همون روز آبان دهم بهمن ماه تا جمع آوری حاصل غله یا دانگی 100 روز است و همین جمع آوری را هم با که همین 100 می شود، یعنی چون انسان همون محصول مهنت خود را جمع آوری میکند و از این سرما مثلا نجات یافته بود، همین را تجلیل میکند. و ما باید فراموش نکنیم که در تاریخ انسانی یک دوره است که آن را مثلا یخبندی یا یخبندی بزرگ میگویند. حتی ببینید خود همین یخبندی بزرگ که آن را انسانیت از سر گذرانیده است و در این دوره یخبندی بزرگ میلیون ها مثلا حیوان ها و موجودات زنده از بین رفتند. وقتی که این یخبندی از بین رفت و گرما حکم فرما شد، باز موجودات زنده مثال پیدا شد و زندگی خود را ادامه داد. این هم باز دلیل همون است که نیاگان ما همین طبیعت را، قوه‌های طبیعت را بسیار خوب میشناخت از قدیم، با او ارج میگذشت و بیهوده نیست که در حکمت ما در فلسفه ما میگن که مثلا 4 عنصر اساسی حیات این آب و آتش و باد و خاک است و این 4 عنصر مقدس همیشه در اون مفکوره و افکار و در فرهنگ نیاگان ما به این ارجگذاری میشد و از آنها همچون یک نعمت طبیعی به خوبی استفاده می بردند. تقویم سازی های دوره نیاگان ما از 19-20 سر می شود. ما یکمی سال دکبر میگیم، یکمی انور میگیم، یکمی مارت میگیم، تقویم گریگوریانی شمسی است. اون تقویمی که نیاگان ما استفاده میبرند، بگیر از نوروز اگر شروع کنیم از 20 و 21 مارت شروع میشه، از 20 تا 21 اپریل میشود حمل، بعد حمل میشود صبر. و ببینید همون تقویم همون دوره ساختگی ده بهمن ماه شروع میشود از 20 ینور 10 روزگیش ده صدر جشن میگیرن، یعنی که روز 30 ینور. بله. 20 ینور پلوس 10 میشه 30 ینور. از 30 ینور تا 20 مارت 50 روز است، چون که فوریه 28 29 میبیاید. بله. ینور 30 و 31 است. در اون دوره 30 بود، حوزی ما با 31 عادت کردگیم و همون 50 شب و روز جدا حساب میکردن نیاگان ما. برای همین 50 جمع 50 میشود 100
و همین 100 روز به نوروز موندن ایده نام گذاشتگان در ابوریحان بیرونی هم در دیگر کتاب های بزرگان ما صده. ببینید نو واسه از ترقی نکردن همون وقت علم و تکنولوژی. ببینید وقتی که در استاد در اول درباره حادثه تغییرابی در 4 موسم گردش آفتاب همین 4 جشن رو دقیقاً دریافتند و در هر مورد جشن مثلا برابرشوی شب و روز جشن نوروز است با همون اوج بالای قیام رسیدن آفتاب گفتیم جشن تیرگان است که طبیعت به آب احتیاج دارد، جشن مربوط به آب و در فصل تیرمو باز برابری اعتدالی شب و روز دیگر است که اینجا علاقه اصیل طبیعت است و اونجا جشن مهرگان داشتن و باز با قیام بلندترین رسیدن سردی جشن یعنی طبیعت با گرمی تعلق دارد جشن آتش یا جشن صدا است. یعنی همه این رو دقیقاً دریافتند که اصلا به نیاگان ما در زمان امروز که برخورد تمدن هست آیا همین جهانی شوی یا احیای دوباره یعنی جشن‌های ملی ما میتواند در ضمیر جوانان امروز ما گویم تربیه و تندرستی را زیادتر کند؟ خب اصلا امروز واقعا وقتی اون رسیده است که تاریخ گواه است. مشاهدان نشان میدهند که در قطار مثلا ضبط ابرقدرت‌ها توسط مرز و بوم حتی ضبط فرهنگی هم امروز خیلی زیاد اوج گرفته است و رشد میکند و احیا کردن در شکل نو پیشنهاد کردن به نسل جوان فکر میکنم که امری سری وقتی است. زیرا محض توسط احیا کردن در به شکل شکوه شهامت بنیاد گذاشتن و پیشنهاد کردن دوباره آنها به نسل امروز مردم میتوانند که درباره آنها، درباره اصالت آنها، درباره شکل‌های گوناگون تاریخی آنها آگاهی خوب پیدا کنند و بدونند که این مردم یادی نیست و این فرهنگ رو در طول قرن‌ها بیهوده از نسل به نسل انتقال نداده است. ما چنانه که گفتیم در شکل‌های دیگر هرچند که بالای این ملت چقدر ظلم و ستم بود ولی در شکل‌های دیگر توانستن حفظ کنند، نگهداری کنند تا به ما رسانند و امروز قرض فرزندی هر یکی ما است که ما هم باید که با آینده خود این چیز رو باز هم انتقال داده توانیم. خوب می شود که در آینده تهیه کتاب‌های درسی هم برای مکتب‌های میانه تحصیلات عمومی و هم دانشجویان مکتب‌های عالی در کتاب‌هایی که به تاریخ فرهنگ مثلا به تاریخ نجوم بخشش شده است همین ایدها و جشن‌هایی که وابستگی به طبیعت دارند، وابستگی به همون فرهنگ علم دوستی دارند معلومات مختصر نه و مفصل جاری شود و در تربیت وطن پرستی و که در تربیت رشد فرهنگی جوانان ما یک رول بسیار بزرگ دارد و دانستن اثرهای بیرونی عمر خیام یا بیهقی یک افتخار آنها را زیاد نیاگان خود زیاد میکند که ما همین خیلی گذشته های بزرگ داشتیم. ما اگر به گذشته خودمون نظر نکنیم آینده سازیمون بسیار مشکل می شود. من چون فکر دارم که البته تجلیل جشن‌های باستانی نیاگان به مثل جشن‌های نوروز، تیرگان، مهرگان و صده در بلند برداشتن سویه خودشناسی و میهن‌پرستی نسل جوان نقش خیلی بزرگ می‌بازد. چرا که این جشن‌ها پیش از همه میراث فرهنگی ما هستند. ما فرهنگی داریم که این فرهنگ جهانگیر است. ما چند مثال آورده میتوانیم. چرا نوروز را دیگر ملت‌ها قبول کردند، حتی نامش را تغییر ندادند؟ چرا نوروز جشن جهانی شد؟ چون که این خرسندی، نشاط، طبیعت شناسی، استفاده از نعمت‌های طبیعی، شناخت طبیعت به همه مردم دنیا داخل دارد. و بیهوده نیست که هم در پیام نوبتی اشان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بار دیگر گفتند که فرهنگ هستی ملت است و در اینجا یک ابیات به خاطرم آمد که هیچ گنج نیست از فرهنگ به تا توانی روی بر این گنج نه. الان در ابیات بار دیگر انو فرموده های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تجسم یافته است. یعنی چون تجلیل جشن‌ها پیش از همه این طبیعت شناسی است، خرسندی است، سرور است، البته با خودشناسی، با سویه دانش، با ملکه و جهانبینی و تشکل یافتن مفکوره معاصر جوانان تاثیر خواهد رساند. و سپاس از آنکه که بزرگترین ارزش هستی وقت و نیرو را دریغ نداشته آمدید
در صحبت ما بودید. دوستان عزیز، با تمنای خوشروزی شما جشن بزرگ و تاریخی سده را برای هر یک شما مبارکباد میگوییم. بیگذار روشنایی و نور همیشه زندگی ما و شما را فراگیر باشد. کردی مایده مایده با قاشد و سومه کردی مایده مایده با چشمات سومه کردی مایده مایده با چشمات سومه کردی مایده مایده با دستان دجب دست بانه کردی با دستان دجب دست بانه کردی به مرا دیوانه کردی مایده مایده به مرا دیوانه کردی مایده مایده خنده کردی مایده مایده به دلم رو بنده کردی مایده مایده بسویم خنده کردی مایده مایده به دلم رو بنده کردی مایده مایده درید پرده ای ابری دلم رو چو مهتابانه کردی مایده مایده درید پرده ای ابری دلم رو چو مهتابانه کردی مایده مایده بله بله قاشد سومه کردی مایده مایده با قاشد سومه کردی مایده مایده با چشمات سومه کردی مایده مایده با چشمات سومه کردی مایده مایده با دستان دجب دست بانه کردی با دستان دجب دست بانه کردی به مرا دیوانه کردی مایده مایده به مرا دیوانه کردی مایده مایده شاد مایده مایده هلا بدامی حیات مایده مایده نگاه کرده شاد مایده مایده هلا بدامی حیات مایده مایده پس از سودای آزادی محبت دلم را بر تو داده مایده مایده پس از سودای آزادی محبت دلم را بر تو داده مایده مایده قاشد سومه کردی مایده مایده با قاشد سومه کردی مایده مایده با چشمات سومه کردی مایده مایده با چشمات سومه کردی مایده مایده با دستان دجب دست بانه کردی با دستان دجب دست بانه کردی به مرا دیوانه کردی مایده مایده به مرا دیوانه کردی مایده مایده به مرا دیوانه کردی مایده مایده به مرا دیوانه کردی مایده مایده